در اینجا یک مسئله دیگر داریم. وزن سبدی انگوردار 34 کیلوگرم است. پس از فروختن نیمی انگور وزن سبد با انگوری باقی مانده 18 کیلوگرم شد. وزن سبدی خالی چند کیلوگرم می باشد؟ یعنی در اینجا سبد داریم، در دونش انگور همگی 34 کیلوگرم، بعد نیمی انگور رو میفروشند، بعد 18 کیلوگرم همگی میشوند. وزن سبدی خالی رو باید یابیم. یعنی چه کار میکنیم؟ بیاین نویسیم سبد جمع انگور، چون که اینا هر دوشون وزن هر خیلی دارن، 34 کیلوگرم می باشند. سبد دویم جمله یعنی دویم حالم باز فروختن نیمی انگور خیلی نویسم انگور تقسیم 2 برابر میشد به چند 18 کیلوگرم میشود. بعد همین رو باید کار کنیم، یعنی سبد رو باید یابیم. بیایم به ifodoi математики نویسیم. سبد رو همچون x گوییم و انگور رو همچون y. بعد چه به متماتیکی می شود؟ x جمع y برابر 34 x جمع y تقسیم 2 برابر می شود به 18. یعنی چه که می بینید سیستم مدل است. سیستم مدل شما چه دونید هم فکر کنید. مثلا دو ifode رو چیکار میکنیم؟ البته طرح میکنیم. میبینیم چی میشه. طرح کنیم چی میشه. x ها میرود، یا این رنگ دیگر رو انتخاب کنم، x ها دیگر رو اختصار میکنم، y مینوس y تقسیم 2 برابر میشود به 16. وقتی این ifade رو ساده میکنیم این چی میشود؟ y تقسیم 2 برابر 16 میشود و y برابر ضرب کنیم اگر y برابر 32 میشود. و از اینجا معلوم میشود در کدامش که اگر جمله مونده میتونه انگور یعنی 32 کیلو شد، بعدی فروختن 16 کیلو میموند. یعنی سبد از اینجا معلوم میشود که سبد به چند برابر است؟ به 2 کیلوگرم برابر میشود. سبد برابر 2 کیلوگرم. یعنی در کدام ifode خواهیم میتونیم مونه بعد دیگر گرفتن x رو میابیم. یعنی جواب ما ب میشود.